این برادرام همون دیگه است که خواهیم برای فرزندش بنیهایت غمگین این برادر. ана ҳамин аксҳое ки шумо дида истодаен, ана ҳамин бадбахтон ба ин бародарони мо зарар расондагӣ ҳастанд. ҳатман авора паҳн кунем то ин бадбахтонро дарёфт бикунем. ما اینچونی عکس های آدمایی که با کلچه زدن گریختن عکس های چند نفرش یافتیم. بکن خیره که در گرمای محشر سایبان گردد. الله مهربان کلی آن برادرانی که خیر میکنند در کارهایشان برکت عطا بفرماید، چون این وعده خدا خودش است. شخصی که یک خیر میکنه خدا دهش میکنه. نوارها را شما میتوانید تنها از کانال برادر عزیز صدای امید و از این نتیجه تماشا کنید دیگه. آیا تو بخبر هستی؟ برادران تاجیکمان از شرکت شفافرما برای ریختن موی سر، ریش را زیاد کردن، فربه شدن، خراب شدن، میان درد، پادرد، گلو درد، برای تمام درد بدن از داروهای گیاهی مهیا کردند. خوب پس با دوست و نزدیکانتان خبر بده. اگر در یکی از این بیماری ها دچار باشند میتونند با شرکت شفافرما فرمایش دهند. دستافکا در تمام شهرهای روسیه بپول است. پس این رقم ها برای تماس در رقم ها واتساپ ایمو وجود دارد، میتوانند از اینجا فرمایش دهند. پس این خیلی باشد خودی ها زیر زنگ میزنند. از شرکت شفافرما فرمایش دهید. اگر از نام شبکه صدای امید گپ زدید برایتان تخفیف یعنی سکیتکا کرده می شود. اینها سبب خدا شفا می دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کل تماشابینان و هواداران شبکه صدای امید. خوب برادران عزیز، یک برادر تاجیکمان را با پسرش در روسیه کارچه شب کردگی هستند. الحال ما ثبت میگذارم تماشا بکنین. خواهش میکنیم همین نوار خودی حاضر در اینستاگرام، اندکلاسنیک، ایمو، واتساپ، هر سایتایی که استفاده میبرین پهن نمایید تا این بدبختان را دریافت کنیم. اینا برادر صدای امید اینا برای خیلی از ویدیو را روان میکنم. اینا دیدسته این برادر کلچه زدگیشه معلوماتی پراتر شوال با می نویسم. تو برادر جان چیه همین خواهید همشه تیار کنین انشالله دستگیری کنه که همه ابله بیویم. Moskovskiy oblast, Moskovskiy rayon, город Pushkin. این برادرام همون دیگه است که خواهیم برای فرزندش بنیهایت غمگین این برادر. فقط انشالله خداوند بزرگش شفاش میتیه سیغ نشه انشالله. ده نفرشه میپرتیم در کانال یوتیوب. انشالله شما میبینید که کیان اونا کدومه که یه معلومات داره و یا در کی جایی میبینیم. مسکوسکی اوبلاست برادرای تیموس زنگ تلفنی کنه. انشالله ما رقم های تلفن هم میمونیم گپ زنیم که در یکم جو دیدین همه آدم را برای که در ما زنگ زدیم با گالون روسکو با میسو و یا میگن که انیق شما بدونین که کیه و در کجا زندگی میکنن. همه ایا که ما بیایم و یا چیکار میکنن در اینجا نمیدونم. برای که من خیلی گپ زدم با سرداری امنیتی همین تریتوریا با زنگ تلفنی کرده میگه تا انیق میدونی خونه و یا در کجا و پرای انیق ندونه لوچی مدت زنگ نزنه. وقتی که ما پرای انیق شد بدونیم شما کارکنه ارگان گفتم چی در کاره مقصد که کارکنه ارگان برای همه خواهی که باید دستگیری کنه. در نوار ویدیویی هسته که پدیس چخه برامده گریختگن همش هسته ولی باید میگن که چی نیسته. ما باید انیق بدونیم که باید در کجا زندگی کنه و گپ زنیم با باید اونها رو دستگیر کنه. اگر ما بیایم مخمون میدونیم باید چیکار کنیم. باقی زنده باشه هموطنان خود احتیاط کنه. در غربی برادران عزیز همه وقت دعاگوی یکدیگر باشه. زنده باشه هموطنان عزیز. ана ҳамин аксҳое ки шумо дида истодаен, ана ҳамин бадбахтон ба ин бародарони мо зарар расондагӣ ҳастанд. ҳатман навора паҳн кунем то ин бадбахтонро дарёфт бикунем. ассалому алайкум ҳамватанон, дӯстон, бародарони ҷоини оиди масъалаи наворе ки як бародари азиза бо фарзанди азиз дар дуруи хона дар Московский област бародарони ҷони ба корча заданд. ин наворҳоро шумо метавонед танҳо аз канали бародари азиз Садои Умед
و از این نتیجه تماشا کنه. دیگه یگان کسا باور نکنه برادر چیزشی در این معلومات در این کانال پیدا میشه. برادران عزیز انشالله همه ما شما را میفهمونیم چی گپ شده. اگه نوارهاش نصیب باشه از ما رفته هستم نو با نوار میگیرم همه نوارها را در بانیسا همش رو میپرتم تماشا کنیم برادران عزیز. ولی یگان کس یگان چی طلب کردگی نیست. اویدی مسئله یگان چی ولی یگان گپ خبر نیست. فقط در حق هم فرزند دعا کنه، در حق هم پدر دعا کنه، در حق هم برادر دعا کنه که ساق سلامت تای نرکس بخیزن. پدرش خیلی حاضرش با خدا آمده اینه که پسر بچه خیلی در حالای بد قرار داره. دوستان عزیز همه وقت دعای گوی دیگر باشیم که خداوند همه ما شما را در غریبیان نگهبان باشه. ما انشالله نوارا میپرتیم شما تماشا کنید. زنده باشه هموطنان عزیز. اینا دادرم میجون اینا فالگا گرفتم دسپه گرفتم اینا در گرفتم سیم گرفتم سمن گرفتم. اینا شکر خدا خیلی خونه چه قریب اومدمی خیلی کمی دستگیری میکردن همیش کتور شو میکردم. شیشه پیشش مونده انا همیش شکتور سفیده درانش بدم پتلاک و پول تمام. خدا از جایی به او ریسک میتیه که خودش درک ندارد. این صدقه هم از بلاهای دنیا را امین نگاه میدارد و هم در قیامت سایبانی سرت میشود. روز قیامت بسیار یک روزی دهشت هست، بسیار یک روزی عذاب هست که میگه پدر از فرزند میگریزد، فرزند از پدر میگریزد. در او روز انا همین خیر ما و شما سایبان میشود. صدقه دادن هم مالت زیاد میکند، هم خداوند برکتت میتیه، هم اینقدر ثوابی که در صدقه هسته حساب ندارد. خب اگر که برادران عزیز بخواین این مادر کمک بکنیم همین کلبش تعمیر بکند و فرزندای خود رو گرفته داخل همین کلبه شود، این خیر جاریه هست. تا روزی که این مادر با این فرزندا در این خاندان هستند این ثواب در نامه اعمال ما و شما رفتن میگیرد. همه ما و شما امروز ها دیده ایستاده ایم که یک برادر تاجیک به قتل رسانده ایستند، یک برادر تاجیک کار زده ایستادند، یک برادر تاجیک فریب کرده ایستادند، یک برادر تاجیک حقش خورده ایستادند. از کدام سبب است؟ از سبب متحد نبودن خودمان. ما مردم بسیار بخیل هستیم. بسیار ما یک برادر پیش گرفت از لنگ هوای میقپیم که همون پیش نروه یا همون در یک کار پیش پایا میتیم. بخیل هستیم، جای پوشانندش نیست. این گونه مشکلی ها موندگی ما با کدام مشکلی های دیگر رفته ایستاده ایم. فقط فتنه، یک کس یک چیز سیاه کرد ما و شما در حال در همون میچسبیم و عصبهای خود را مانده میکنیم. برادران عزیز، از این فتنه و از این کارها ما و شما اول متحد شویم، بر همدیگر دا باشیم، دستگیر همدیگر باشیم، بخیل نباشیم. از روی آن همین است که دیگر کسا به ما ضرر میرسانند. شما با چچنسا ضرر نمیرسانند، شما با داغستانی ها ضرر نمیرسانند، چون آنها سرجم هستند، متحد هستند. اگر ما و شما هم سرجم باشیم ما را کی ضرر رسانده میتواند؟ کی ضرر میرساند؟ خب این برادران را کار زدن. کن یک تیمو خیزیم دعوا کنیم، رفته شکایت کنیم یک جا، با یک کس دو کس نمیشود. برادران عزیز، اگر ما و شما سرجم باشیم، متحد باشیم، آن وقت گپی ما در همه جا میگذرد. انشاءالله ما و شما پراکنده هستیم. برادران عزیز، بیا انشاءالله وقتی آنی رسیده است که ما و شما سرجم شویم، متحد شویم و انشاءالله پیش برویم. کسی را نگاه نکنیم، به امیدی کسی هم نشوین، به امیدی چیزی را نشوین. فقط حرکت از خودمون هست، از خودمون. بیا یک انشاءالله حرکت کنیم. ما و شما اگر دستگیری نکردیم کی میکند؟ ما به امیدی هیچ کس نشویم. برادران عزیز، هر کس خیر میکند برای جان خودش میکند، برای خودش میکند، به خاطر الله میکند. بعضی شخصیت هایی هستند که میگه که چی با وای
یاردم نمیکنه. چرا ایش یاردم نمیکنه؟ برادر عزیز، کسی یاردم میکنه بکنه، نمیکنه نکنه. ما و شما به خاطر خودمون میکنیم، به خاطر جانمون میکنیم، به خاطر اللهمون میکنیم. اگر بخواین این مادر کمک بکنید، این همه کارتای زبربنک سهم خود را بگذارید. شخصانی که شرایط دارن و شخصانی که شرایط نداشته باشن، شما نیز دعاگو باشین. باز هم میگویم که شما اگر که فکر نکنین که من مثلا از درجه اگر 1000 روبل پرداختم یا 500 روبل پرداختم یا 100 روبل پرداختم، ما این قپلم کم شد. نه، قسم به ذات پاک خداوند 10 مرتبه زیادش میکنه. 100 پرداختی 1000 میگیری، 1000 پرداختی 10000 میگرفتی. اگر چند قیقی پرداختی ان شاء الله خداوند 10 مرتبه همین زیاد میکنه. همین را دونسته بمان. وقتی خیر کردی هیچگاه غمگین نشو، برعکس خوشحال شو که خدا از یک جای به تو میتیه که خود درک نمیابی. خود درک نمیابی. ما و شما همیشه باید دست کشا داشته باشیم. خداوند ما و شما را تیانده کند و تلبنده نکند. انشاءالله ما و شما که دادیم خدا باز به ما میدهد. خب در آخر دعاگو هستیم که الله مهربان کل مردم مهاجر و نگهبان باشد، دشمنان دین و ملت را خار و ذلیل بگرداند.